در نشست مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی، وزارت داخلی میگوید که در تاجیکستان در این مدت 4 عملیات تروریستی پیشگیری کرده شد که 2 تای آن را پیمان ملی تاجیکستان دقت در همکاری با دیش میخواستند که در تاجیکستان عملیات تروریستی را عملی کنند. خب من نمیدونم چند درصدی در تالار بودگی ها از همون میلیسیونرها، از روزنامه‌نگاران به این سفسطه باور کردن، من نمیدونم. به نظرم حتی خود رمضان رحیمزاده و این حرفای دامادش باور نداشت، وگرنه این دروغ را خودش میگفت، اما چون نخواست در یک نشست مطبوعاتی چند دروغ پی هم بگه، یک دروغ را گذاشت به دامادش، گفت خب این دروغ را تو بگه، اگر که مردم باور نکرد یا تنقید کرد، رد کرد، پس حرفی تو را رد کردن، حرفی مرا نه. یعنی موقعش این است که چرا همه دروغ را باید من بگیرم؟ باید این دروغ را یک قسمش رو من بگیرم، یک قسمش رو یتیموف، یک قسمش رو پروکورور، یک قسم دیگر رو دیگر کارمندان. اما بالاخره در یک نشست مطبوعاتی همه یک بار چند دروغ شد و یکی دیگرش همین است که گویا پیمان ملی تاجیکستان 2 حادثه تروریستی را به نقشه داشته است و اینها کشف کردن، پیشگیری کردن. سوال ما این است که این حادثه تروریستی رو شما کی کشف کردید که جامعه بی‌خبر ماند؟ یعنی چرا شما منتظر شده مگر یک عمل تروریستی برای تاجیکستان یک چاینوشی است یا یک خلاپوشکا میکفد یا نمیدونم یگان سیمیترالبوس ویران میشود که اهمیت استراتژی و دولتی ندارد و شما آن را 6 ماه پنهان میداره، بعد یک وزیر از دامادش میپرسد که خب گفتن چی گپ شد در این وقت، اون میگه که ما 2 عمل تروریستی رو پیشگیری کردیم که پیمان ملی تاجیکستان در همکاری با دیش راه اندازی میکردن و این گویا که درباره کدام یک نمیدونم سیگار کشی کدام کودک در مکتب صحبت کرده شد. شما میدونید عملیات تروریستی یعنی چی؟ یعنی عملیات تروریستی انسان کشته میشود، اگر این حادثه انجام میشد خدای نکرده یک جامعه ترک کرد. شما چرا در وقتش این رو با مردم نمیگید؟ آشکار نمیکردید؟ کی را دستگیر کردید؟ چگونه اون نماینده پیمان ملی تاجیکستان بود؟ از کی سفارش گرفت؟ یعنی شما اصلا میدونید این دروغتون به چی مانند شده ایستاده است؟ یعنی تا اون مقدار دروغ گفتید که حتی درباره حادثه تروریستی صحبت کردن برای شما مثل آن که یک نازفروش را یا یک پیرزنی را که در اونجا غیر قانونی چیز سودا میکرد بازداشت کرده درباره اون گپ زده ایستادید. این مناسبت شما با جامعه است، این مناسبت شما با دولت است، با مردم هست، این مناسبت شما با مسئله مبارزه با تروریسم است. برای شما چه نکته مهم که پیمان ملی یا اپوزیسیون را به یک کار متهم کردن. در این بین 6 ماه هیچ کاری نیفتید علیه اپوزیسیون، علیه پیمان ملی، نهضت یا دیگر گروه ها. بعد یکی در یادش ممکن در همون ساعت به یادش یا فکر کرد که الان چی بگویم. حالا از اون پرسیده شد که در این بین چی گذشت، چون عادت کردن درباره پیمان و نهضت و درباره تروریسم اینا گپ زدن، یک بار از زبانش برای میگه که ما 2 عملی تروریستی رو پیشگیری کردیم. میتونید در همونجا یک بار 5 تا بگوید، میتونید 10 تا بگوید، نه یک از پیش رای او را میگیرد، نه یک از در همون تالار از روزنامه‌نگاران میپرسد که خب شما میگید 2 عمل تروریستی رو پیشگیری کردید، جناب شادیوف یا شادی است نامش، کیا بودن، کدام روز بود، در کجا بودین، چرا ما را پیشتر خبر نکردید، چرا جامعه را آگاه نمیکنید، جامعه در جریان باشد؟ شما بالاخره برای جامعه خدمت میکنید یا برای کی؟ ولی متاسفانه هیچ کس در اون تالار نمیپرسد، سوال علاوه‌ای نمیدهد که خب چرا او را به اصطلاح مثل خارجی ها، روزنامه‌نگاران خارجی استنتاق نمیکنند که خب این جمله را گفته، جمله بعدیش چی است؟ ولی چون وزیر اطرافیانش و حکومت میدوند که دیگر هیچ کس جرأت سوال علاوه‌ای دادن نمیکند یا حتی اگر سوال هم بدهند وزیر یا اون صحبت کننده به یک شکل جواب میگیرد که میگه همین قدر کافی است، من از اینجا صحبت نمیکنم. اما سوال دیوم این است در وابستگی به همین موضوع که پیمان ملی تاجیکستان با دیش در مسئله این عملی کردن عملیات تروریستی همکاری میکرده است. بالاخره به این مسئله شما روشنی نانداختید که
ما با داعش سفارش دادیم که این کار رو انجام بدن یا داعش با ما سفارش داد؟ اصلا کی سفارش کی رو انجام میداد؟ یعنی من را میخواهم خودم بدونم که بالاخره ما در اطاعت داعش هم یا داعش خلیفه بغدادی یا مرده از زنده است نمیدونم در اطاعت ما هست. شما اصلا میدونید چی میگید؟ پیمان ملی تاجیکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان، داعش فرق از کجا تا کجا است؟ همین داعش و دیگر گروه های تروریستی معروف کمش 10 مراتبه حکم قتل من را صادر کردند. صدها مراتبه من را کافر و مرتد و حالا واجب القتل اعلام کردند. بعد شما این افسانه رو برای کی میگید که اینا بعد می آمدن سفارش ما رو اجرا میکردن یا ما سفارش آنها رو اجرا میکردیم؟ هر یقل این رو یک بار تحلیل میکنید، یک بار رسانه ها را میخونید، میبینید، یا اصلا فکر میکنید که در اون تالار اون روزنامه‌نگاران، کارشناسا همه معذرت میخواهم به عقل و گاو و گوساله هستند که این حرفای شما رو نمیشنوند، تحلیل نمیکنند. متاسفانه هیچ کسی هم در اونجا جرئت نمیکنه یک بار از اینا بپرسد که شما چی سفسطه دارید میگید و این هیچ اینا رو به چالش نمیکشن، یعنی همه عادت کردن. خب بگذار مادامی که حکومت پیمان ملی و نهضت را گناهکار میکند، ادامه هم افسانه است، ما هم وانمود میکنیم که باور کردیم، در اصل باور نداریم، اما چون مسئله نه اونقدر مهم است و حالا به ما ربطی ندارد، خب یک وزیر یک حرکت سیاسی رو متهم کرد، تمام دیگر. اما نه، این برای جامعه عاقبت دارد. همدیاران عزیز، بخصوص کارشناسان و روزنامه‌نگاران، وقتی که شما اجازت میدید که یک وزیر تا این حد دروغ میگه، این به احترامی نسبت شما هم هست، نسبت جامعه هست، نسبت کسب شما هم هست، نسبت همه هست. ما نمیگیم که نه حتما شما طرف ما رو بگیرید، نه، اصلا وظیفه یک روزنامه‌نگار بی‌طرف بودن و با انصافانه رفتار کردن است و از همه مهمش حرفه‌ای تخصصی کار کردن. وقتی یک نفر چی من باشم، اگر من آمدم یا حرف دروغ یا شبهناک به دلیل گپ زدم، باید به سوال‌های لاغی جواب بگیرم و اگر وزیر هم باشد، پرزیدنت هم باشد. بنابر همین همدیاران عزیز، من این را یک کمی با تفصیل گفته ایستادم تا اینکه ما شما درک کنیم که با چه مصیبت روبرو هستیم. و از همه بدترش شما تصور کنید که نشست مطبوعاتی نیست که وزارت‌های قدرتی تاجیکستان ملت تاجیک رو به تروریسم و به اکستریمیسم متهم نکنه. ببینید، سخن سری پیمان ملی، نهضت یا دیگر گروه‌های اپوزیسیونی نمی‌رود که ما شما فکر کنیم که خب اگر تروریسم به تروریسم متهم میکند، خب یک اپوزیسیون رو کرده است. با ما چی؟ نه، حکومت تاجیکستان در سراسر دنیا، در روسیه، همه مهاجرین تاجیک رو همچون اکستریمیست و تروریست معرفی میکنند. چرا در روسیه میلیتسیای روسیه، مقامات روسیه ماهی نیست که یک نفر، 2 نفر، 10 نفر بچه تاجیک را تهمت نکنن، یک پاترون میگذارن، یک مواد مخدر میگذارن، یک کتاب میگذارن در اونجا، عکس میگیرن، نوار میبردارن که فلان تاجیک رو ما گرفتیم، این میخواست یک جا رو مترو بیتر کند یا یک عملیات تروریستی انجام میده. اونا هم دقیقاً یا با نواکه مقامات تاجیکستان یا مثل مقامات تاجیکستان برای پلان، برای نشان دادن خود همچون مبارزه با تروریسم، برای گزارش رادیکالش که اونها کار میکنن. اما عجیبش این است که حالا آفرین مقامات روسیه، مقامات روسیه یگان روس را برای تروریسم، اکستریمیسم متهم نمیکنند. یک جنایتکار را بازداشت میکنند، حتی جنایت هم کرده باشد نمیگه که این اکستریمیستی مسیحی است. یا در اروپا هم همین است، نمیگه که این اکستریمیست روس است. نه، وقتی که یک تاجیک را، یک آسیایی را بازداشت میکنند، بعد میگن که این اکستریمیست است، تروریست است، این اکستریمیست اسلامی است و غیره ها کذا. خب اون برای ملت خودش را حمایت میکند، پاک میسازد، اما تاجیک دیگر را گناهکار میکنند. اما شما تاجیکان، شما مقامات تاجیکستان، به گفتی اون مردم معذرت میخوام، شما رو چی بلا زده است که خودتون میاد ملت تاجیک را متهم به تروریسم میکنید؟ یا در تاجیکستان ما که ماشین استحصال نمیکنیم، سمالیات استحصال نمیکنیم، پاییز نمیکنیم، کامپیوتر رو حتی یک دندانکاوک و ناخنگیرک هم شما استحصال نمیکنید. تاجیکستان و ملت تاجیک فقط تروریست استحصال میکنند. تمام دنیا
تاجیکستان رو با تکنولوژی پیشرفته تامین کرده ایستاده است. گویا تاجیکستان اکستریمیست و تروریست تولید میکنه، تمام دنیا رو با تروریسم تامین میکنه. در آلمان یک تاجیک رو میخوابن، یک هفته نگه میدارن، بعد مقامات آلمان جواب میدن، میگن ما چند تاجیک رو با اتهام تروریستی قبیلیم. برای چی؟ برای اینکه پروکراتور تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک رویخط 3000 نفره رو میفرستد به آلمان، به پولشا، به استرالیا، به فرانسه، به روسیه، به ترکیه، به تمام دنیا که اینا تروریست هستند. یعنی رویخط تروریستای تاجیکستان از نگاه حکومت از رویخط مواد و مواد استحصالی تاجیکستان بیشتر است. تمام دولت‌های دنیا اگر رویخط مواد استحصالی را ببینید، از ماشین و خوراک و از لباس به چند میلیون نامگو میرسد. تولید تروریست 1 دانه، 2 دانه، حد اکثر 10 دانه. تاجیکستان استحصالات نال، زراعت نال، جای کاری نال، فقط یگانه رویخطی که چند صد هزار هست تروریست اکستریمیست و یک پرزیدنت دارد، یک پیشوا، یک ملت از اول تا آخرش تروریست. شما میدونید جناب رمضان رحیمزاده یتیم و حالا من دیگر رحمانوف رو نمیگم چون با رحمانوف صحبت کردن دیگه معنی ندارد، یعنی اون دیگر کور و گنگ و کر شدگی و حالا معلوم نیست به چی مشغول است. ولی شما یک تا اکادمیک، یک تا دیگر از شاعر، خب شما اون هنر شاعری را برای ایجاد این فیلم ها و افسانه هایی که برای این استفاده نکنید. شما جناب رحیمزاده اگر کمتر اهل ایجادیات هستید، شما فکر کنید که من چیکار کنم ملت تاجیک رو در چشم جهانیان یک ملت معتدل، سازنده، با عقل و با فرهنگ معرفی کنم، نه همچنین یک ملت تروریست که هر سال شما دهات عملیات تروریستی را پیشگیری میکنید و هر سال رویخط چند هزاره تروریستان رو به خارج میفرستید. خب یتیم شما اکادمیک، سیاستشناس، حالا گویا به نام صاحب چند کتاب، خب چرا شما این کار رو میکنید؟ من این را تحقیر ملت، این را پس زدن ملت و این را حتی خیانت ملی میدانم که مقامات دولتی تاجیکستان کارشان فقط تهمت کردن ملت است در سراسر دنیا. من بعد این صحبت ها من امید دارم و باور کن ندارم، ولی امید دارم که در نشست مطبوعاتی بعدی حداقل به نظر میگیرید که دیگر ملت رو تهمت نکنید. اگر دلیل داره زیدی کبیری، زیدی پیمان، بسیار خوب، آفرینتون، بیارید دلیلتون رو نشون بدید، آشکار کنید. بگید محیدین کبیری در فلان تاریخ با فلانی سفارش داد، فلانی را گفت که در فلان جا فلان عملیات رو انجام بده. انا این فکت، انا این رقم، انا این آواز، انا این امضا. خب وقتی که نداره چرا افسانه میگفته؟ بله شما یک مرتبه این کار رو کردنی شده. یادتون باشد 3 سال پیش بود یا 4 سال پیش یک نفر از روسیه، یک نفری که 100% آدمی شما هست، با شما همکاری میکند، این رو مقامات اروپایی هم درک کردن و دیپورتش کردن به تاجیکستان و ایشان به من از روسیه زنگ زد، به من به نفرانی ما در همکاران ما یاوران، خب چون ما را میشناخت پیشتر در اونجا، خب سلام علیکم، از استاد فلانی خواهش داریم، چی هست؟ من برای آنکه اروپا رفته بتوانم پناهندگی بگیرم باید یک دلیل داشته باشم. من الان در روسیه هستم و میخوام به اروپا بروم و به من کمک کنند. خب چی کمک کنیم؟ باید که استاد به من این جمله ها را SMS کنند از رقم خودش، یعنی تا این درجه اون احمقی را ببینید. از من خواهش میکند که من دقیقاً همین جمله ها را با او SMS کنم از رقم خودم، تا اینکه این جمله های نوشته من برای او اثبات میکند که در مرز یا در مقامات اروپایی در هر جای دیگر اثبات کند که او اعضای ما هست و باید پناهندگی بگیرد. بعد من گفتم آدم اعضای ما نیست، من چرا این جمله را بنویسم؟ خب گفتم اگر بسیار کمک کردن میخواهید خودتون. گفت نه، میخواهد که خود شما این کار را انجام بدید. برای چی؟ برای که این جمله ها را، این یاردمچی گفت نمیدونم، بعد من جمله ها را میخوانم معنیش چی است؟ یعنی من خواهش کرده استم از این آدم که، از این نفر که شما هیچ کجا سفر نکنید، در همون روسیه باقی بمانید در سن پترزبورگ، چون که شما بعدی در دوام 3 ماه برای ما اونجا برای یک کار بسیار مهم لازم هستید.
این کار مهم بسیار من گفتم که ببخشید من با شما هیچ کار ندارم در اونجا. میخواید برگردید تاجیکستان، میخواید اروپا، میخواید در آسیا مونید، با من چی ربط داره؟ نه التماس اگر شما ما رو کمک کردن بخواید و من تحت فشارم باید اینها رو بنویسیم. بعد ما تحقیق کردیم از طریق دوستان و همکاران و بعضی آشناها که این آدم چی میخواهد و چی کار است. گفت که این آدم رو فرستادن برای اینکه در اینجا این با مقامات تاجیک همکاری میکنه و میخواهند در چشم روسا نشان بدهند که نهضت اسلامی تاجیکستان، اون وقت هنوز پیمان تشکیل نشده بود، نهضت اسلامی تاجیکستان در روسیه یک عملیات تروریستی را انجام دادنی هست. حالا شما که نهضت رو تروریست نمیدونید، قبول نداره، این دلیل ما رهبر نهضت به این اعضای نهضت یک SMS فرستاده است با این مضمون، با این متن، و اینکه همکار خودشون میگیرن به مقامات روسی ترجمه میکنن میدن، برای مقامات روسیه فکر میشود که رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان به این اعضاش یا طرفدارش سپارش داده است که در این سن پترزبورگ یک کاری مهم است، همونجا باید باشه. این کاری مهم چی است؟ در یک خانه میگذارن چند تا مواد مخدر یا مواد منفجر یا سلاح، بعد میگن که ما رو بازداشت کردیم، من این فکت رقم نهضت اسلامی تاجیکستان اعلام میشه تروریست. ما این سناریوهای حالا گالیوودی شما رو جناب رمضان رحیمزاده یتیموف پیشتر میدونید، بله شما ایجادکار هستید ولی بازم خیلی بد ایجاد میکنید، خیلی بهنرانه. بله در بعضی کارها هنری خوب داره، تهمت تاجیک، ملت تاجیک رو سرکوب کردن، زندانی کردن، تهمت کردن، اما حتی در کارهای عملیات‌های اپراتیو خودتون هم متاسفانه هنری خوب ندارید. بنا بر همین بس کنید این ملت رو تهمت کردن، نهضت رو تروریست، پیمان رو تروریست، گروه 24 حال نمیدونم تمام گروه‌ها و سازمان‌ها و مهاجرین رو تروریست اعلام کردن. اکنون امید دارم که بعد این شرمندگی‌ها، بعد این صحبت‌ها، حداقل در نشست‌های مطبوعاتی دیگر یک کمی با ادبانه‌تر، با فکت و دلیل این طرف اون طرف رو نگاه کنید که مردم دیگر گاو و گوساله نیست که شما را اجازه بدهد هر افسانه‌ای که می‌خواهید بگیرید و بکنید.